ندیمی، به نظر شما چرا حکومت جمهوری اسلامی تا این حد روی سرکوب بهاییان تمرکز کرده؟ چه چیزی از دیانت بهایی برای اونها تهدید محسوب میشه؟ ببینید، تمام ادیان الهی از موسی، مسیح، محمد، ادیان الهی، اینا همه منتظر یک رجعتی هستند. یهود میگه یهوه بیاد، مسیح منتظر رجعت مسیح، اسلام هم که قائم آل محمد منتظر ظهورش هستند. ما بهایی ها عقیده بر این داریم که اون رجعت ظاهر شده، اسم حضرت بهاءالله، The glory of God. glory of God الان ظاهر شده. در مسیح هست که در اون زمان گرگ و میش از یه چشمه آب میخورن. درسته؟ آیا شما الان این گرگ و میش یک سمبولی هست از ما بشر سیاه و سفید، آفریقایی و آمریکایی، با هم میدین چقدر اینو با هم دعوا کردن، سیاه و سفید، چه جنگ هایی بود. آیا الان دیگه جنگ های نژادی هست؟ نیست در آمریکا. پس این گرگ و میش الان دارن با هم از یک چشمه آب میخورن. منبع الهام شما برای نوشتن این کتاب چی بوده؟ آیا تمام داستان‌های کتاب بر اساس خاطرات شخصی خودتون بوده؟ بله بله، همش در اساس خاطرات شخصی خودم، از کلاس دوم دبستان تا به اونجایی که رسیدیم که عکس آقا رو تو ماه دیدیم. تمام شرح این دوران هستش. بله. چه پیامی دارین برای افرادی که هنوز توی ایران تحت فشار هستن؟ آیا این کتاب از نظر خود شما به نوعی صدای مقاومت و همدلیه؟ ام، امیدوارم، چون ما باهایی ها، شما میدونید عزیزم، الان 200 ساله انواع و اقسام شکنجه از طفل نوزاد شیرخوار زیر شیر جوش، آب جوش سماور گرفتن که تو چرا پدر مادرت بابی شدن. بابا این نوزاد چه گناهی داره که اینو زیر شیر آب جوش سماور گرفتید؟ از اون قتل و غارت و کشتن و زجر و آزار شروع شد تا الان که رسید به جمهوری اسلامی، به اوج خودش تو همین قرن، همین باور میکنی در همین جمهوری اسلامی زنده زنده زن و شوهر باهایی را در نوک در استان زرخیز خراسان زنده زنده سوزوندن؟ میتونین باور کنین؟ بپردازید به همین خشونتی که بهش اشاره کردین. اه، توی یه فصلهایی شما مستقیما اشاره میکنین به هم تبعیض‌های مذهبی، هم خشونت‌هایی که اعمال میشه علیه بهائی‌ها. خودتون چه حسی داشتین زمانی که اینها رو مینوشتین؟ آیا نوشتن از این خاطرات برای شما تجربه درمانی و کمک کننده بود، یا یادآوریش بیشتر سخت بود و خاطرات سنگین رو، احساسات سنگین رو برای شما بیدار کرد؟ والا هرچی حساب کنید هر دوش بود، هم یادآوری بود، هم نوشتم که ثبت در تاریخ انشالله، ثبت در تاریخ. چون ما ایرانی ها متاسفانه حافظه تاریخی نداریم. متاسفانه حافظه تاریخی نداریم. اگر حافظه تاریخی می داشتیم، می دونستیم که مملکت ما را همین آخوندا نصفش رو دادن به کشورهای دیگه که الان دوستش هستن. اگر حافظه تاریخی داشتیم عکس همونا رو تو ماه نمیدیدیم که. متاسفانه حافظه تاریخی نداریم، متاسفانه. به نظر شما مهمترین پیام یا درس که خواننده هاتون میتونن از این کتاب بگیرن چیه؟ درس عشق، درس مهر، درس محبت، درس دوستی وطن، و به اینکه ما به این دنیا آمده ایم که این دنیا رو زیباتر کنیم. بیایید دست به دست هم بدیم و این دنیا رو زیباتر